یه فکت روانشناسی راجع به این فیلم میخوام به یک نصیحت از بهلول اشاره کنم. فکر می‌کنم بهلول بود که یه وزیر ازش خواست به من یه نصیحت بکن. گفتش که 3 تا نصیحت بهش کرد و یکی از نصیحتاش این بود که بیش از حد یا بیشتر از خودت برای دیگران کار نکن. اول وزیر گفتش که خب اصلا یعنی چی؟ چه معنی داره؟ رفت و چند سال بعدش یه شایعه‌ای پخش شد که وزیر به پادشاه خیانت کرده، فقط در حد شایعه که به گوش پادشاه رسید. پادشاه درجا وزیر رو عزل کرد از سمتش و کلاً گذاشتش کنار و می‌خواست تبعیدش کنه. بعدن که سرنخ‌ها پیدا شد که اصلا تقصیر وزیر نبوده و اینا، پادشاه اومد کلی عذرخواهی کرد، گفت ببخشید من نمی‌دونستم که تقصیر تو نبوده، من به شایعه‌ها توجه کردم. ولی خب وزیر گفتش که روزی که بهلول به من این نصیحت رو کرد، بعد به حرفش گوش می‌دادم، بعد کامل متوجه حرفش می‌شدم. الانم اوپنهایمر بیش از حدی که برای خودش کار کنه، برای دیگران کار کرد و دقیقاً نتایج کارش هم دید که تبدیل به یک کسی شد که اصلا دیگه به دردشون نمی‌خورد. تو زندگی همه ما همین هستش. نصیحت بهلول حالا دو تا دیگه شو به اندازه خودت ترجیح میدم دو تا دیگه نصیحت بهلول رو نگم، چون امکان داره که خیلی از زاویه دیگه ای نگاه کنن و شاید خوششون نیاد، ولی حتما برید ببینید. نصیحت جالبیه، مثلا نصیحت خوبیه. یعنی یه جورایی هم اندازه خودت کار کن، هم اندازه‌ای که دیگران ارزششونه. چقدر ارزش داره که برای یه نفر کاری انجام بدی. همیشه خودتون رو اول خودتون، دوم خودتون، سوم خودتون، تا دهم خودتون، 11ام بقیه. بعدی دیگران. واقعا اول درجه 1، بعد درجه 2. چون هیچ کس غیر از خودتون برای خودتون دل نمیسوزونه. دقیقاً همینطوریه. خب راجع به IMDb امتیازاتش پسندیدن‌هاش میخوام راجع به IMDb و روتن تومیتو صحبت کنم. IMDb و روتن تومیتو فوق‌العاده، یعنی عالی هستن دیگه. IMDb 8.3% بوده که یعنی جزو 250 تا فیلم برتر IMDb محسوب میشه. سومین فیلم برتر دنیاست تاریخ سینما. اوپنهایمر سومین فیلم برتر دنیا شناخته شده و راتن تومیتوش هم 93%. اصلا یعنی دیگه هیچی دیگه، یعنی دیگه بالا. خب البته کارو در آوردن. البته واقعا بیشتر از این انتظار نمیرفت واقعا از کریستوفر نولان. کمتر از این انتظار نمیدونم. خیلی خوبه کار نولان، خیلی خوبه. آره در صورت کارش خیلی خوبه و بیام راجع به جوایز صحبت کنیم. اوپنهایمر همون میدونیم دیگه جوایز رو درو کرد. دقیقاً همون روزی که اوپنهایمر حالا میشه گفت اکران شد، دقیقاً مصادف بود با باربی و خیلی از مخاطبا بیشتر اوپنهایمر رو پسندیدن تا باربی. باربی هم به یه پدیده عافیت باشه. باربی هم به یه پدیده تبدیل شد، اما چیزی که اوپنهایمر بود و چیزی که باربی بود فرق داشت. البته یه اسم مستعار هم ساختن به نام باربنهایمر، باربی و اوپنهایمر، چون خب جفتشون تو یه روز کاملا متفاوت از هم اکران شدن. یادم فروش باربی خیلی بیشتر بود، ولی خب ولی خب جوایزی که اوپنهایمر گرفت خیلی بیشتر از باربی بود. یعنی خب باربی خیلی هزینه شد براش، رنگ صورتی میگفتن تو کل دنیا کم شده، خیلی عجیب بود. ولی خب اوپنهایمر هم همچین خیلی کم خرج نبوده. نه تو هزینه خیلی هزینه خیلی بالایی داشته. حالا هزینه‌شو میگم، فعلا راجع به جوایز صحبت کنم. اوپنهایمر 13 نامزد 13 جایزه اسکار و اسکار شده بود. 13 بار نامزد بشی توی اسکار خیلیه واقعا و 7 جایزه اسکار ببری. یکیش بهترین فیلم بود، یکیش کلیان مورفی بود برای بهترین بازیگر بود و یکیش هم رابرت دنی جونیور برای بازیگر نقش مکمل بود که دیگه خیلی خفنه دیگه. و من خیلی خوشحال شدم برای رابرت دنی جونیور که تو این سن اسکارشو گرفت. خیلی خاص بود، خیلی جالب. من قبلا ازش خیلی فیلم دیده بودم و بازیگریشو میپسندم، دوست دارم. و همینطور جایزه گلدن گلوب پارسال هم گرفت اوپنهایمر که خب یعنی همه چی تموم دیگه، واقعا همه چی تموم، یک شاهکار، یک مسترپیس واقعا. خب بیایم راجع به هزینه‌اش صحبت کنیم. فروش اوپنهایمر خیلی فوق‌العاده بود، یعنی آمار خیلی پرفکتی داشت. هزینه کل ساخت این فیلم در اومده بود $100 میلیون. خیلی زیاده واقعا. $100 میلیون اصلا عجیب غریبه که خب هممون میدونیم دیگه نولان خیلی زیاد از جلوه‌های کامپیوتری استفاده نمی‌کنه، بیشتر از جلوه‌های طبیعی استفاده می‌کنه برای، یعنی خیلی کمتر از کامپیوتر و تکنولوژی استفاده می‌کنه. دوست داره همه چی حالت مستندی و واقعا طبیعی خودش در بیاد. هزینه فیلم بالا بود
فروشش فوق‌العاده بود. 972.4 میلیون دلار فروش داشت. یعنی عالی دیگه، عالی. یعنی واقعا اصلا نسبت به فیلمایی که تا الان توضیح دادیم فوق‌العاده بوده فروشش و عالی، واقعا عالی. خب بیان امتیازی که می‌خوایم بهش بدیم صحبت کنیم. امتیازی که خودمون در نظر گرفتیم، ما امتیاز 9 رو در نظر گرفتیم چون به نظرم 10 ارزشش رو داره، ولی خب حالا شاید فیلم بهتری رو دست اوپنهایمر اومد دیگه دستمون باز باشه. آره ما امتیاز 9 رو بهش میدیم و خیلی ممنونم از کریستوفر نولان که همچین شاهکاری رو برامون ساخت. بچه‌های صحنه همه زحمت کشیدن، از بازیگر، کارگردان، نویسنده، صدا بردار، فیلم بردار، همه زحمت کشیدن. موسیقی متن فوق‌العاده بود واقعا موسیقی متنش. خب مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. مرسی از همراهیتون. امیدوارم که روزهای خیلی خوبی در پیش داشته باشید. فیلمای خوب ببینید، کیف کنید. کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله فراموش نشه و فیلمایی که دوست دارید ما براتون تحلیل کنیم و زیر میکروسکوپ قرارش بدیم رو برای ما کامنت بذارید. مرسی از شما. خدا نگهدار.